دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش از وضع پیش آمده در تاجیکستان نگران شده است و جریان حادثه ها را پیگیری میکند. در این باره روز 19 مای سال 2022 در بریفینگ در نیویورک با ژورنالیستان سخنگوی دبیر کل سازمان ملل استفان دویاریچ خبر داد. دبیر کل از گزارش‌های رسیده درباره افزایش تشنج و خشونت‌ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان از جمله از خبر کشته شدن مردم اظهار نگرانی میکند. دبیر کل به خویشتن‌داری و انجام تلاش‌ها برای با راه‌های صلح‌آمیز حل کردن وضعیت پیش آمده دعوت میکند. سازمان ملل وضع را پیگیری خواهد کرد، گفت دویاریچ. وضع در ولایت مختار کوهستان بدخشان در شرق تاجیکستان از 14 مای رو به تشنج آورد. مقامات اعتراضگران را اعضای مسلح گروه متشکل جنایتی و تروریستی مینامند که به ادعای مقامات تحت رهبری و سرپرستی سیاستمدار مخالف علیم شیرزمانوف، پلکوونیک قشون‌های مرزبانی خلباش خلباشف، همسر سابق او حامی حقوق انسان الفت خانم محمدشاه و یکی از لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان محمد باقرов عمل میکنند. مقامات از 18 مای در حدود نویه روشان به عملیات آغاز کردند. بنا به خبرها در جریان سرکوب اعتراضها در ولایت مختار کوهستان بدخشان نویه روشان الکی 10 نفر کشته و زخمی شدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تا کنون هلاکت 10 نفر از جمله یک افسر الفا، جراحت برداشتن بیش از 30 نفر از جمله 16 تن از کارمندان مقامات و بازداشت 114 تن از اشتراکیان فعال ناآرامی‌های اخیر تصدیق کردند. ولی ساکنان شماره کشته شده ها را خیلی بیشتر مینامند و میگویند 19 مای مقامات به آنها 20 جسد دیگر ساکنان نویه روشان را دادند. ساکنان نویه روشان اینچنین میگویند نیروهای قدرتی بالای مردم بی‌سلاح تیر کشیدند. وزارت کارهای داخلی میگوید در جریان عملیات یگان ساکن آسایشته آسیب ندیده است، ولی ساکنان نویه روشان گوشه و مرنام ساکن مرکز نویه روشان را مثال میارند که بیماری روحی داشت ولی او را هم در جریان عملیات کشتند.